آمریکا از منظر حقوقی بین المللی اخلاقی در جایگاهی قرار ندارد که نسبت به دیگر طرفها در منطقه یا خارج از منطقه اتهامات و ادعاهایی رو مطرح بکنه. ما این ادعاها رو به شکل کامل مردود و بی‌ارزش تلقی میکنیم. دولت آمریکا عملاً رأی به ادامه جنگ داد. به عبارتی دولت آمریکا یک بار دیگر نشان داد که در کنار رژیم صهیونیستی برای ادامه جنایات جنگی این رژیم هست. ما نسبت به رأی صادر اعتراض جدی داریم نسبت به آنچه که در طول دوران طولانی بازداشت این شهروند ایرانی صورت گرفته در ارتباط با حقوق این شهروند. ما یک اعتراض در واقع جدی داریم. حکم ظالمانه و غیر عادلانه صادره به منزله پایان تلاش‌های دیپلماتیک و همه جانبه جمهوری اسلامی ایران برای آزادی و بازگرداندن این شهروند ایرانی نیست. ما به تلاش‌های خودمون ادامه خواهیم داد، از همه ابزارهای قانونی و در دسترس برای منظور استفاده خواهیم کرد. تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در این رابطه ادامه پیدا خواهد کرد. آمریکا از منظر حقوقی بین المللی اخلاقی در جایگاهی قرار ندارد که نسبت به دیگر طرفها در منطقه یا خارج از منطقه اتهامات و ادعاهایی رو مطرح بکنه. ما این ادعاها رو به شکل کامل مردود و بی‌ارزش تلقی میکنیم. دولت آمریکا عملاً رأی به ادامه جنگ داد. به عبارتی دولت آمریکا یک بار دیگر نشان داد که در کنار رژیم صهیونیستی برای ادامه جنایات جنگی این رژیم هست. ما نسبت به رأی صادر اعتراض جدی داریم نسبت به آنچه که در طول دوران طولانی بازداشت این شهروند ایرانی صورت گرفته در ارتباط با حقوق این شهروند. ما یک اعتراض در واقع جدی داریم. حکم ظالمانه و غیر عادلانه صادره به منزله پایان تلاش‌های دیپلماتیک و همه جانبه جمهوری اسلامی ایران برای آزادی و بازگرداندن این شهروند ایرانی نیست. ما به تلاش‌های خودمون ادامه خواهیم داد، از همه ابزارهای قانونی و در دسترس برای منظور استفاده خواهیم کرد. تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در این رابطه ادامه پیدا خواهد کرد.